برام جالبه که بدونم کارا چطور انجام میشه. یعنی دوست دارم یه مقدار درباره این پروسه یا فرایند تولید توضیح بدید. شما به هر حال ازدواج کردین، دچار اختلاف نظر یا سلیقه نمیشین؟ هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد تو کارا؟ حسابی. من فکر میکنم به خاطر اینکه خانوما بیشتر خطوط نرم و رنگ‌های شادتر رو شاید بیشتر میپسندن، آقایون بیشتر خطوط هندسی و رنگ‌های یه ذره سردتر رو میپسندن. همیشه من و بهار این مشکل رو داریم با هم، ولی معمولاً آخر این قضیه خیلی خوشاینده، واسه اینکه انقدر با هم می جنگیم تو این قضیه تا آخر سر یه نتیجه میگیریم که هر دو نفر خوشحال هستن و نتیجهش معمولا نتیجه خوبی میشه، چون تعداد کسایی که اون طرحو میپسندن خیلی بیشتره. در واقع نه کاملا سلیقه منه نه کاملا سلیقه رضا، یه چیزی این وسط میکس میکنیم که هر دومون بگیم این خوبه، این به نظر هم به تو نزدیکه، هم به من یه ذره از این داره یه ذره از اون، چون من بیشتر گلگلی و رنگ و رنگ دوست دارم، رضا بیشتر ساده و طبع حالتهای مردونه و شیک دوست داره. واسه همین وقتی میکس میشه به هر حال یه چیزی میشه که دوتایمون راضییم و فکر می‌کنیم که خوبه. خب از اوهایو به لس آنجلس رفتی، در شهر فرشته ها هستید، در هفته مد اونجا شرکت کنید. کمی درباره این برنامه توضیح بدید، چه ارزش و جایگاهی در عرصه مد داره و چقدر حضور در اونجا برای شما مهمه؟ در واقع برای ما بسیار مهم بوده که ما بتونیم تو لس آنجلس بتونیم شو داشته باشیم و توی هفته مد لس آنجلس بتونیم شرکت بکنیم که شو ما در واقع به وسیله استایل فشن ویک در واقع اجرا میشه. شرکت توی این استایل فشن ویک خب در واقع شما باید نمونه کارهایی بفرستین براشون، طراحی شما رو ببینن و با در واقع اون هیئت جوری که دارن تایید بکنن که شما مناسب هستین برای اون فشن شو یا نه، که در واقع کیفیت اون فشن شو در اون حد بالایی که اینا میخوان باشه. من و بهار واقعا خیلی خوشحال هستیم که این شانس رو داشتیم که استایل فشن ویک به ما این شانس رو داده که ما بتونیم توی این شو شرکت بکنیم و شو خودمون رو داشته باشیم. چه مجموعی از آثارتون در این برنامه عرضه میشه؟ چه سلیقه‌ای در گزینش اونها داشتید؟ بر چه اساس لباس‌ها رو انتخاب کردین؟ خیلی متفاوته با کالکشن قبلی. سعی کردیم که طرح‌های متنوع‌تر و جدیدتر بذاریم. سری قبل کارامون خیلی رو رنگا تاکید داشت، روی تنوع رنگا و طرح بود، ولی این بار رنگا کمی خنثی‌ترن و کار جدیدی که کردیم این بود که برای اولین بار گیپور ایرانی طراحی کردیم، یعنی گیپوری طراحی کردیم که نقوش ایرانی داره و بر اساس اون لباس شب و لباس عروس درست کردیم. خب این خیلی برای خودمون جالب بود و احساس می‌کردیم که یه قدم خیلی بزرگ برداشتیم توی این زمینه. و یه سری طرح‌های دیگه هم که داشتیم، طرح‌های پارچه‌هایی بود که نقوش صفوی داشت روش که به صورت بافته شده بود، یه ذره یادآور اون خاطرات اون نقوش دوره صفویه بود و پرینت هم البته داشتیم که چند تا و فکر می‌کنم این کلکسیونمون کاملاً یه جورایی متفاوته با کارهای قبلی، یه فضای دیگر رو باز میکنه، یه سری یعنی در واقع نشون میده که ما چه توانایی‌هایی داریم و چقدر میتونیم مانور بدیم تو زمینه طرح‌های جدید برای لباسایی که تم ایرانی داشته باشن.